از قدیم و ایام معجزات فراوانی بوده. چالش ماست اولی. واقعا اینجوری نشسته بودم. سلام بچه‌ها، به چنل ما خوش اومدین. آریا هستم به همراه جیران. البته من جیرو صداش میکنم. قراره که کلی چالش‌های جذاب، کلی حرکت‌های باحال بزنیم. امیدوارم همراهمون باشین. منم جیرانم، همونطوری که آریا گفتش جیرو صدام میکنه. میخوایم اولین ویدیومون رو بگیریم با چالش بدون دست خوراکی میخوایم بخوریم. مجازات خفن داره. مجازاتش هم اینه که من همیشه مهر میزنم برای گاز گرفتنه. منم که مجازات آخر میگم. حاضرین؟ بریم. خب بریم که شروع کنیم. چالش ماست اولیش. 3 2 ماشاءالله بابا دست من گلو پایینه. آقا من اصلا نفهمیدم چی شد. یه دقیقه آریا دیدم رفتیم تو زد. ویکتوری. بریم پارت بعد. بریم بعدی. آه خدایی آریا داره برنده میشه. 3 2 1 ام نودل من بدم میاد. میتونم نودل جیرانم هم. فکر نکن جارو برقی 3 2 1 بابا من اومدم بعدی بجان قبلیات دهنم میتونی ظرف رو نگاه کن خدایی. آقا من اومدم یه دونه برداشتم اینجوری، بعد اون یکی اومدم بردم همه اونا رو ریختم. خب همونطور که مستحضر هستید از قدیم و ایام معجزات فراوانی بوده که بنده سیبیل آتشین انتخاب میکنم. بیا اینجا. خدا همه چیزا رو میخواد سرمون در بیاره. گاری گاری هم خیلی زدی واقعا اینجوری نشسته بودم. بیا مجازات خودت هم رو خودت بذاره. آره دوبار بچه خطا نبود، من اینو همیشه میگم. خب راضی بودی؟ الان خوشحالی که من که خیلی حال کردم. خوراکی هم ادعایی ندارم، بالاخره ویدیو گویای جزئیات بود ولی چالش خوراکی نذار. خواهش می‌کنم چالش خوراکی نذار. آره چالش خوراکی نذار چون که باش برات دارم. خیلی لطف کردین بچه‌ها، دنبال کردین ویدیومونو، خیلی خوشحال شدیم. از این به بعد نیازمند حمایتاتون هستیم. سابسکرایب فراموش نشه، لایک و کامنت، زنگوله هم داشته باشید که نوتیفا براتون بیاد. ما رو دنبال کنین، ما رو خیلی حمایت کنین، کلی دوستتون داریم.